أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فضل صلاة الضحى و بیان اکثرها و اقلها و اوسطها والحث على المحافظة عليها. یعنی که باب در مسئله فضیلت نماز چاشت، نماز سر آفتاب، بعد از آفتاب برآمدن که 2 رکعت نماز میخوانند، اون را میگن نماز چاشت. و بیان اکثرها، همچنین این باب در مسئله بیان کردن اکثرترین رکعتاش، یعنی بسیار بسیار چند رکعت نماز چاشت بخوانیم. و اقلها، و کمترینش چند رکعت، یعنی نماز چاشت چند رکعت بخوانیم. و اوسطها، و همچنین بیان کردن وسطش، یعنی میانش چند رکعت میتونیم بخوانیم. و الحث علی المحافظة علیها، و همچنین این باب در مسئله تشویق کردن بر پایبند بودن به نماز چاشت است که باید به نماز چاشت پایبند باشیم و محافظت بکنیم و ادا بکنیم همیشه نماز چاشت را. این باب در این مسئله گفتگو میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 حدیث می آورد. حدیث اول این باب حدیث 1138 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: اوصانی خلیلی صلی الله علیه و سلم بصیام 3 ایام من کل شهر. یعنی که وصیت کرد مرا خلیلی، یعنی دوست بسیار نزدیکم، صلی الله علیه و سلم، بصیام 3 ایام من کل شهر، یعنی بر روزه گرفتنی 3 روز از هر ماه. یعنی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید وصیت کرد مرا دوست بسیار نزدیکم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مرا وصیت کرد که هر ماه 3 روز روزه بگیرم. و رکعتي الضحى، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم من رو امر کرد به خواندن 2 رکعت نماز چاشت. و ان اوتر قبل ان ارقد، و همچنین میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم من را وصیت کرد که ان اوتر، یعنی نماز ویتر بخونم، قبل ان ارقد، یعنی که پیش از اینه که بخوابم، پیش از خواب کردنم اول 2 رکعت نماز ویتر بخونم، بعد خواب، اول نماز ویتر بخونم بعد خواب شوم. این حدیث متفق علیه می باشد. اکنون شارح صاحب کتاب امام نووی رحمه الله میگوید که والایتار قبل النوم انما هو مستحب لمن لا یثیق بالاستيقاظ آخر اللیل. یعنی که ویتر خواندن پیش از خواب کردن میگم مستحب است برای کسی که مطمئن نیست برای خیستن در آخر شب، یعنی مطمئن نیست که در آخر شب میخیزد. برای این انسان میگم مستحب است که نماز ویترش رو پیش از خواب کردن بخواند. میگه فإن وثق فآخر اللیل افضل، پس اگر میگه باور داشته باشد که در آخر شب میخیزد، پس آخر شب نماز را بخواند، نماز ویتر را، این افضل و خوبتر است. چطوری که در سوی گذشته بیان کرده بودیم، نماز ویتر میشه در اول شب بخونی، میشه در بین شب بخونی، میشه در آخر شب بخونی، اما آخر شب خواندن افضل و ثوابش زیادتر هست. پس این قول را امام نووی رحمه الله یادرس کرد تا اینکه این قول ابو هریره که میگه پیغمبر مرا گفت که پیش از خواب کردن 2 رکعت نماز بخونم، پیش از خواب کردن نماز ویتر بخونم، این افضل نیست، بلکه افضل برای کسی خسته میتونه در آخری شب است. اما کسی خسته نمیتواند پیش از خواب کردنش نماز ویتر رو میخواند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره در این
حدیث به سه چیز امر کرد. هر ماه 3 روز روزه گرفتن، یعنی ایام البیض 13 14 15 روزای هر ماهی قمری را روزه گرفتن و 2 رکعت نماز چاشت خواندن و همچنین نماز ویتر خواندن. با این سه چیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه را وصیت کرد. این بود حدیث 1138. بعد از این حدیث 1139 و عن ابی ذر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو ذر رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه، یعنی صبح می شود بر هر یک مفصلی که در شما هست صدقه واجب است. یعنی که هر مفصلی که در بدنتون هست باید برای اون مفصل، یعنی هر بغوم، هر بین دو استخوان جدا شوی جایهایی که هست، برای هر یک تایی میگه باید شما یک صدقه بدهید. فکل تسبیحت صدقتون، پس هر تسبیح، هر سبحان الله که میگوییم پس این صدقه حساب میشود. و کل تحمیدت صدقتون، و هر باری که الحمدلله میگوییم یک صدقه حساب میشود. هر الحمدلله من یک صدقه حساب میشود. و کل تهلیلت صدقتون، و هر لا اله الا الله که میگوییم یک صدقه حساب میشود. و کل تکبیرت صدقتون، و هر الله اکبر که میگوییم صدقه حساب، یک صدقه حساب میشود. و امر بالمعروف صدقتون، و هر امر به معروف، یک انسان رو به کار خیر تشویق میکنیم صدقه حساب میشود. و نهی عن المنکر صدقتون، و باز داشتن از کار بد صدقه حساب میشود. یک انسان رو از یک کار ناخوب، از یک گناه باز میداری صدقه حساب میشود. و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى، یعنی کافی است از همه اینها، از جای همه این چیزهایی که گفتیم، رکعتان یرکعهما من الضحى، یعنی 2 رکعتی که میخونید از نمازی چاشت. یعنی 2 رکعت نمازی چاشت که میخونید کفایه میکند، کافی است به جای همه این تسبیحات. یعنی که چقدر ثواب بزرگ دارد. تسبیحات گفتن هر یک اینا ثواب جدا جدا داشت، اما 2 رکعت خواندن نماز چاشت ثواب همه اینها را برای انسان مهیا میگرداند. یا که هر یک بغوم و هر یک مفصلی که در بدن انسان است، وقتی که 2 رکعت نماز چاشت خواندی، یعنی گویا که برای هر یک مفصل تو یک صدقه دادی. این فضیلت نماز چاشت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1139 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1140 کتاب ریاض الصالحین. و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی الضحى 4، یعنی میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز چاشت را 4 رکعت میخواند. و یزید ما شاء الله، و زیاد میکرد به خواست الله، یعنی که اون چیزی که خواست الله بود، یعنی چند رکعتی که میخواست زیادش میکرد، یعنی که 4 رکعت یا از 4 رکعت زیاد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس حدیثی 1138، حدیث 1139، یعنی حدیث یکم دویم این باب دلالت میکند به 2 رکعت نماز چاشت خواندن، نماز سر آفتاب بعد آفتاب برآمدن 2 رکعت خواندن دلالت میکند. اما این حدیث سوم حدیث این باب، حدیث 1140، دلالت میکند که 4 رکعت یا زیاده از 4 رکعت نماز چاشت را بخوانیم. یعنی زیاده که میگه پس عدد زیادش معین نیست، چند رکعتی که میخونی چند تایی که زیاد میکنی. این بود حدیث 1140. بعد از این حدیث 1141 و عن امهان این فاخته بنت ابی طالب رضی الله عنها قالت، یعنی که از امهان فاخته
بنت ابی طالب رضی الله عنه روایت است که رضی الله عنها روایت است که گفت ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الفتح فوجدته یغتسل. ام هانئه میگوید رفتم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سال فتح، عام الفتح یعنی که سالی که فتح مکه با وجود آمد و با وقوع پیوست، اون سال میگه نزد پیغمبر رفتم فوجدته یغتسل، پس پیغمبر میگه دیدم که غسل میکرد، پیغمبر در حال غسل کردن پیدا کردم. فلما فرغ من غسله، پس زمانی که خلاص کرد غسل کردنش را، آبازیش را پیغمبر خلاص کرد، صلی 8 رکعات، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه 8 رکعت خواند. پیغمبر رو میگه دیدم که 8 رکعت خواند و ذلک ضحا، میگه همون نماز چاشت بود. پس این حدیث دلالت میکند که نماز چاشت 8 رکعت خوانده میشود. این حدیث متفق علیه است و هذا مختصر لفظ احدى روایت مسلمین، و این مختصری لفظ یکی از روایت های مسلم می باشد. پس این بود باب فضل نماز ضحی و بیان عددها و رکعت‌های نماز ضحی و همچنین تشویق برای خواندن نماز ضحی، چطوری که حدیث دیم این باب ما و شما را تشویق کنانید که برای هر یک مفصل باید، برای هر یک بغم باید صدقه بتیم، اما 2 رکعت نماز چاشت را بخوانیم گویا که برای هر یک بغم ما صدقه دادیم. این حدیث ما را تشویق میکناند برای خواندن نماز چاشت. پس این بود این باب. این باب با همین به آخر رسید. میگذاریم به باب نو. باب نو باب تجویز صلات الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها، یعنی باب نو درباره جایز بودن نماز چاشت من ارتفاع الشمس الى زوالها، یعنی از بالا شدن آفتاب، وقتی آفتاب بلند می شود، آفتاب گرم می شود، یعنی که بگه می براید، وقتی که آفتاب می براید سحر، از اون وقت الی زوالها، تا وقتی زوال ما حق داریم، تا وقتی زوال ما حق داریم که نماز چاشت مونه بخونیم. والافضل، اما وقتی افضلش کدام است، یعنی کدام وقت بخونیم خوب است، ان تصلی عند اشتداد الحر و ارتفاع الضحى، یعنی که افضل این هست که بخونیم نمازی ان تصلی یا ان تصلیه، یعنی که خوانده شود، یعنی که خوانده شود عند اشتداد الحر، در وقتی که گرم می شود هوا، عند اشتداد الحر یعنی هوا گرم می شود، و ارتفاع الضحى و وقتی که آفتاب بلند می شود، آفتاب که بالا می شود، آفتاب که می براید، در انا همون وقت خواندنش میگه افضل و خوبتر می باشد. آفتاب گرم شود بعد بخونیم، یعنی که آفتاب برآمدن برابر نیست، مثلا نیم ساعت یا ساعت یا 2 ساعت بعد آفتاب برآمدن که هوا گرم شود بخونیم، این بهتر، خوبتر، افضلتر می باشد. اما وقتش از بعد آفتاب برآمدن تا زوال هست، تا پیش از پیشین. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث می آورد، حدیث 1142 کتاب ریاض الصالحین است. میگوید که عن زید بن ارقم رضی الله عنه انه رأى قوما يصلون من الضحى، میگه از زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است، هر آینه همین زید بن ارقم دید گروه را که یصلون من الضحى، یعنی که نماز چاشت میخوندن در اولی روز، یعنی که آفتاب برآمدن، بعد آفتاب برآمدن نماز چاشت میخوندن. فقال، پس میگه که زید بن ارقم گفت اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل، اما لقد علموا یعنی که ای کاش میدانستند که نماز در غیر این وقت افضل است. یعنی اینها در اولی وقت بعد از آفتاب برآمدن که میخوندن، از این حساب زید ابن ارقم گفت که ای کاش که اینها میدانستند که نماز در غیر این وقت افضل است، یعنی دیرتر خوندنش. این رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که صلات الاوابین
حین ترمض الفصال. یعنی نماز توبه کنندگان، نماز اوابین، یعنی کسانی که از غفلت بیدار میشوند و به سوی الله رجوع میکنند و از گناه به سوی توبه می آیند، اونها را میگن اواب. صلات الاوابین یعنی نماز توبه کنندگان، نماز رجوع کنندگان به سوی الله. حین ترمض الفصال، وقتی که بسوزاند فصال را، یعنی بسوزاند آفتاب چی را؟ فصال را. فصال چی است؟ فصال یعنی که بچه شتر را. شتر نو بچهش که تولد می شود ولی سنباش یا پوستش در گرمی ها طاقت ندارد، همون قدر گرم می شود که بچه شتر را بسوزاند، انا همون وقت نماز چاشت خواندن افضل خوبتر می باشد. یعنی هوا گرم شود بعد نماز چاشت بخواند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود باب جایز بودن نماز ضحی از بلند شدن آفتاب تا زوالش، اما افضلش گرم شود بعد نماز ضحی را بخوانیم. بعد از این باب نو شروع می شود. باب الحث على تحیة المسجد رکعتین، یعنی باب در مسئله تشویق کردن به 2 رکعت تحیه مسجد خواندن و کراهت الجلوس قبل ان یصلی رکعتین فی ای وقت دخل، یعنی که مکروه است شیشتن پیش از اونه که 2 رکعت نماز بخواند. فی ای وقت دخل یعنی در هر وقتی که به مسجد می دراید. سواء صلی رکعتین بنیت تحیتی، یعنی فرق ندارد که این 2 رکعت را به نیت تحیه مسجد بخواند، او صلات فریضت یا به نیت نماز فرض بخواند، او سنت راتبت یا به نیت سنت راتبه بخواند، او غیرها یا غیر از این. یعنی همین 2 رکعت نماز باید بخواند بعد بشیند. یعنی در مسجد آدم بدراید و بشیند یگان رکعت نماز نخوانده، این مکروه است، این خوب نیست. انسان باید 2 رکعت نماز خوانده پسان در مسجد بنشیند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 حدیث میارد. حدیث اول این باب حدیث 1143 کتاب ریاض الصالحین هست. میگه که ان ابی قتاده رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا دخل احدکم المسجد، یعنی هنگامی که در آمد کسی از شما به مسجد، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، پس ننشیند تا اینکه 2 رکعت نماز بخواند. یعنی اول 2 رکعت نماز بخواند پس در مسجد بنشیند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث تشویق میکناند برای هر وقتی که داخل مسجد میشه اول 2 رکعت تحیه مسجد بخوان بعد بنشین. یا در اومدی نماز فرض خواندیسن با جماعت فرض بخوان بعد بشینن. پیش از نماز خواندن شیشتن مکروه و ناخوب و عملی ناشایسته است. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1144 کتاب ریاض الصالحین و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو فی المسجد، میگه که آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در مسجد بود. فقال صلی رکعتین، حضرت جابر میگه پیغمبر مرا گفت که 2 رکعت نماز بخوان. یعنی وقتی میگه پیش پیغمبر اومدم، پیغمبر در مسجد بود، در اومدم میگه به مسجد، پیغمبر میگه اول 2 رکعت نماز بخوان. صلی رکعتین، پیغمبر امرش کرد که رفته 2 رکعت نماز بخوان. یعنی اول تحیه مسجد میخونی بعد در مسجد می نشینی. این حدیث متفق علیه است. کسی که طهارت داشته باشد، اما بعضی طهارت خانه در داخل مسجد است، اونها چیکار میکنن؟ میدرن اول طهارت میکنن بعد میآیند 2 رکعت نماز را میخونن، زیرا اینکه بعضی طهارت خانه ها دری طهارت خانه از داخل مسجد است. این طور که باشد میدروی میره طهارت میکنی، میای 2 رکعت نماز تحیه مسجد را میخونی. این بود باب در مسئله تشویق کردن برای خواندن تحیه مسجد و تحیه مسجد نخوانده شیشتن مکروه است. این بود این باب. در این باب 2 حدیث را امام نووی رحمه الله برامون آورد. اینها سنتایی هست که
انسان باید به این سنت ها چنگ بزند تا اینکه اجر و پاداش و ثواب زیادتر به دست بیارد. خب بعد از این باب نو شروع می شود، باب استحباب صلات رکعتین بعد الوضوء، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن 2 رکعت نماز خواندن بعد از طهارت کردن. ما باید 2 رکعت نماز بخونیم بعد از طهارت کردن. این فضیلت دارن، ثواب دارن. این را میگن طهارت شکری وضو یا طهارت بعد از وضو، بعد از طهارت که 2 رکعت نماز نافله خوانده می شود. خب در این باره امام نووی رحمه الله یک حدیث میارد. در این باره امام نووی یک حدیث میارد، حدیث 1145 کتاب ریاض الصالحین می باشد. میگوید که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لبلال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بلال را، حضرت بلال را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا بلال حدثنی بی ارجع عمل عملته فی الاسلام، گفت ای بلال سخن بگو برای من، یعنی برای من بگو بی ارجع عمل عملته فی الاسلام، یعنی که با امیدوار کننده ترین عملی که در اسلام عمل کردی، یعنی کدام کاری خوبه که تو در اسلام عمل کردی و با او امید زیاد داری، اون را برای من بگو. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال را گفت فإني سمعت دفن عليك بین یدی فی الجنة. چرا پیغمبر این سخن را از بلال پرسید؟ میگه فإني سمعت، پس میگه من شنیدم، حضرت پیغمبر میگه من شنیدم دفن علیک، یعنی آواز پاپوشی های تو را، آواز پای تو را میگه شنیدم بین یدی فی الجنة، یعنی پیش خودم در جنت، یعنی در جنت وقتی که میرفتم گفت من آواز پاپوشی تو را شنیدم که تو از من پیش رفته ایستاده ای. قال، حضرت بلال گفت ما عملت عملا ارجع عندي من انی لم اتطهر طهورا في ساعة من لیل او نهار الا صلیت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلی. حضرت بلال گفت که ما عملت عملا، یعنی کاری نکردم، ارجع عندي من انی لم اتطهر طهورا، ارجا یعنی که امیدوار کننده تر باشه در نزد من، یعنی کار نکردم که امیدوار کننده تر باشه در نزدم، من انی لم اتطهر طهورا، از اینه که من بار نشده است که طهارت کرده باشم، اتطهر طهورا یعنی که پاک کرده باشم، پاکی یعنی طهارت کرده باشم فی ساعت، در هر لحظه، من لیل او نهار، شب باشد یا روز، یعنی هر وقتی که وقت طهارت میکردم، الا صلیت بذلک الطهور ما کتب لی ان اصلی، مگر اینکه نماز میگذاشتم به همون طهارت کردگیم آنچه مقدر شدگی است برای من که نماز بخونم، یعنی بعد از طهارت کردن نمازی شکر وضو میخوندم، نمازی شکر نافله میخوندم، طهارت میکردم نافله میخوندم، همین قدر گفت کار کردگی هستم، دیگر از این در کار امیدوار کننده تر نی، همین است. پس همین است که حضرت بلال رضی الله عنه را درجهش بالا برد که پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفت در جنت، که پیغمبر میگه من پاپشوی تو رو پیش خودم میشنیدم، یعنی که این فضیلتی چه بود؟ فضیلت نماز 2 رکعت شکری وضو یا 2 رکعت سنت خوندن بعد از هر طهارت کردن، هر وقتی که طهارت میکنی 2 رکعت نماز شکر وضو بخوان. این حدیث متفق علیه می باشد و هذا لفظ البخاری، این لفظ بخاری است. پس این بود بابی مستحب بودن 2 رکعت نماز بعد از طهارت. با همین این بابم با آخر رسید. باب نو شروع می شود، باب فضل یوم الجمعه، یعنی باب در مسئله فضیلت روز جمعه و واجب بودن آوازی کردن برای روز جمعه و خوشبویی کردن و بر وقت به سوی جمعه رفتن و دعای در روز جمعه و نماز و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز جمعه و بیان لحظه اجابت دعا در روز جمعه و مستحب بودن ذکر الله تبارک و تعالی بعد از نماز جمعه. این باب را ان شاء الله
درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین این درس با پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.